بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حکیم. امروز میخوام چند کلامی باهاتون صحبت بکنم، خودمونی، صمیمی. شماهایی که در واقع درگیر روزمرگی هاتون هستید و روزمرگی بنده هم به نوعی گره خورده با سلامت شما در طی روز عاداتی دارید که ممکنه به دستگاه گوارشتون آسیب بزنه و در رابطه با این آسیب هایی که به دستگاه گوارشتون میرسه کسی نیست که در واقع راهنماییتون بکنه و بنده هم خب متاسفانه همیشه از راه دور خدمتتون بودم. خدمتتون عرض بکنم که برای در واقع آسیب شناسی باید نکاتی رو بدونیم. آسیب شناسی از اونجایی شروع میشه که تأثیر مواد وارده بر بدن باید شناسایی بشه که هر چیزی چه تأثیری روی چه بدنی خواهد داشت. مثلا همونطور که خیلی هامون شاید دیدیم در ایامی که مثلا سرمای زمستون همچنان عده‌ای رو میبینیم که با تیشرت میان بیرون و لباس کوتاه و نازک و ادعا میکنن که گرمشونه و واقعا وقتی لمسشون میکنی میبینی بدنشون گرمه. یا مثلا اشخاصی رو میبینی که توی تابستان در گرمای زیاد هم ابراز سرما میکنن. خب پس مسلما مواد وارده به بدن این دو فرد تاثیر یکسان نخواهد داشت، توی هر بدنی به یه شکلی کار میکنه و خب اینها رو برای اینکه ما بتونیم بهتر بدونیم باید یک سری مبانی رو در واقع برای شما بنده توضیح بدم. اما گفتم میخوام صمیمانه تر، دوستانه تر باهاتون صحبت بکنم. در این باره باید خدمتتون عرض بکنم که ببینید شما در طول روز